سلام. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوع خیلی مهم، برابری جنسیتی. اما نه فقط از دید حقوق بشر، بلکه از زاویه کاملا اقتصادی. میخوایم ببینیم چرا برابری برای زنان در واقع یه استراتژی هوشمندانه برای رفاه همه است. ببینید، سالهای سال وقتی حرف از تبعیض جنسیتی میشد، همه یاد حقوق بشر میافتادیم که خب کاملا هم درسته و حیاتیه. اما یه نگاه جدید و خیلی قدرتمند داره میگه صبر کنید، داستان فقط این نیست. این تبعیض خیلی ساده برای اقتصاد ضرر داره. یه جورایی داره به همه ما آسیب اقتصادی میزنه. البته منظور این نیست که یکی از این دیدگاه‌ها رو بذاریم کنار و اون یکی رو بچسبیم. نه اصلاً. موضوع اینه که این دوتا دیدگاه کنار هم کامل میشن. یعنی توانمند کردن زنها فقط یه کار اخلاقی و درست نیست، بلکه یه کار فوق‌العاده هوشمندانه برای اقتصاد هم هست. خب حالا چطوری میشه این ارتباط بین تبعیض و اقتصاد رو ثابت کرد؟ حرف زدن که کافی نیست، درسته؟ باید عدد و رقم و داده‌های محکم داشته باشیم. و دقیقاً همینجا بود که محققا با یه سوال خیلی بزرگ و سخت روبرو شدن. سوال این بود: چطوری میشه یه مشکلی که توی خود قوانین یک کشور ریشه کرده رو اندازه گرفت؟ ببینید، تا قبل از این همش داستان بود. داستان‌های واقعی و تلخ، آره، ولی پراکنده. مثلا داستان زنی که نمیتونست بدون اجازه شوهرش یه حساب بانکی ساده باز کنه یا یه کسب و کار کوچیک راه بندازه. اینا شواهد بودن ولی سیستماتیک نبودن. اینجا بود که بانک جهانی وارد عمل شد و یه پروژه واقعاً عظیم رو کلید زد. کاری که تا اون موقع کسی انجام نداده بود. یه تیم بزرگ شروع کردن به خوندن و بررسی قوانین تقریباً همه کشورهای دنیا، از قوانین مالیاتی و کار گرفته تا قوانین خانواده و مدنی. همه رو به انگلیسی ترجمه کردن و دونه به دونه دنبال بندهای تبعیض آمیز گشتن. میخواستن دقیقاً بفهمن که وضعیت چقدر خرابه. و نتایج واقعاً شگفت‌انگیز بود. این پروژه یه ابزار کاملاً جدید به ما داد که میتونستیم باهاش کشورها رو کنار هم بذاریم و مقایسه کنیم. مثلا ببینید، یه کشوری مثل کانادا عملاً هیچ قانون تبعیض‌آمیزی نداره، صفر. اما در مقابل توی ایران 27 مورد تبعیض قانونی ثبت شده. این عددها یه تصویر خیلی واضح و بی‌پرده از وضعیت نامربری قانونی تو کل دنیا به ما میدن. خب، حالا که این داده‌های دقیق رو داشتیم، اتفاق مهمی افتاد. برای اولین بار میتونستیم یه خط مستقیم بکشیم. یه خط بین اون چیزی که روی کاغذ به عنوان قانون نوشته شده و آسیبی که مردم تو زندگی واقعیشون میبینن. بریم سراغ اصل مطلب، یعنی پیامدهای این قوانین. داده‌ها خیلی واضح نشون میدن هرچی تعداد این قوانین تبعیض‌آمیز توی کشور بیشتر باشه، چی میشه؟ خب، مشارکت زنها تو بازار کار میاد پایین، اختلاف حقوق بین زن و مرد بیشتر میشه، دخترهای کمتری به مدرسه میرن و تعداد کسب و کارهایی که دست زنهاست کمتر میشه. یعنی آخرش کل اقتصاد اون کشور ضربه میخوره. و این اثر موجی حتی تا داخل خونه ها هم میره. وقتی یه زن درآمد مستقل داره، قدرت چانه زنیش توی خانواده بالا میره. یعنی توی تصمیم گیری ها حرفش بیشتر خریدار داره و میدونید نتیجهش چیه؟ پول بیشتری صرف سلامت و تحصیل بچه ها میشه که این یعنی سرمایه گذاری مستقیم روی آینده اون کشور. اما داستان از اقتصاد هم فراتر میره. گاهی وقتا واقعا پای مرگ و زندگی در میونه. چیزی که محققا پیدا کردن واقعا تکان دهنده است. یه ارتباط مستقیم بین نبود قوانین حمایتی و امنیت جانی زنها. وقتی قانونی برای محافظت از زنها در برابر خشونت خانگی وجود نداره، خیلیا اصلاً جرئت نمی‌کنن کمک بخوان. این خلأ قانونی متاسفانه به قیمت جون آدم‌ها تموم میشه. داریم در مورد مرگ‌های زودرسی صحبت می‌کنیم که در مقیاس جهانی تعدادشون به میلیون‌ها نفر میرسه. این یه هزینه انسانیه که اصلاً نمیشه قبولش کرد. خب، تا اینجا از مشکل گفتیم. اما قسمت هیجان انگیز ماجرا اینه که این همه داده و تحقیق فقط برای این نیست که بگیم اوضاع بده. نه، این داده ها مثل یه جعبه ابزار میمونن. به ما نشون میدن که چطور میشه بر اساس شواهد واقعی مسیر رو به سمت بهتر شدن تغییر داد. مثلا بیایید به نمایندگی سیاسی نگاه کنیم.
به طور متوسط تو کل دنیا از هر 4 تا صندلی پارلمان فقط یکی دست زن هاست، یعنی 25%. ولی این فقط یه میانگینه. وقتی وارد جزئیات کشورها میشیم، داستان خیلی فرق میکنه. مثلا رواندا رو ببینید. اونجا زنا بیشتر از 60% پارلمان رو تشکیل میدن که بالاترین آمار تو کل دنیاست. حالا این رو مقایسه کنید با یک کشور پیشرفته مثل ژاپن که این عدد فقط 10%. این خودش نشون میده که صرفاً رشد اقتصادی تضمینی برای برابری سیاسی نیست. خب پس چیکار میشه کرد که این روند سریع‌تر بشه؟ یه ابزاری که خیلی جاها جواب داده، استفاده از سهمیه بندیه. میدونم روش بحث برانگیزیه، ولی منطقش اینه که یه جورایی مثل یه میانبر عمل میکنه تا صدها سال نابرابری رو جبران کنه و زنهای بیشتری رو سریعتر وارد بازی تصمیم گیری کنه. یه تحقیق خیلی جالب تو هند اینو قشنگ نشون میده. اونجا قانونی گذاشتن که 1/3 صندلیای شوراهای روستاها باید به زنا برسه. نتیجه چی شد؟ اول اینکه پولا بیشتر صرف چیزایی شد که برای کل جامعه مهمه، مثل آب سالم یا مدرسه. و دوم که شاید مهمتر باشه، بعد از 10 سال دیدگاه منفی مردم روستا نسبت به رهبرای زن به شدت کم شد. و این ما رو میرسونه به مهمترین نکته کل این بحث. خیلی‌ها فکر میکنن برابری جنسیتی یه بازی برد باخته. یعنی برای اینکه زنها چیزی به دست بیارن، مردها باید چیزی رو از دست بدن. ولی این طرز فکر از اساس اشتباهه. تمام شواهد و داده‌ها دارن یه چیز رو میگن. توانمند کردن زنها، چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، مثل این نیست که یک کیک ثابت رو تقسیم کنیم. برعکس، باعث میشه کل کیک بزرگتر بشه. یعنی یه بازی برد که سودش به همه میرسه. و وقتی میگیم سودش به همه میرسه، منظورمون دقیقاً چیه؟ منظورمون اینه که دنیای برابرتر، دنیای بهتریه. یعنی رشد اقتصادی بیشتر، سیستم‌های مالی باثبات‌تر، فقر کمتر، حکمرانی بهتر و حتی صلح پایدارتر. همه اینا به هم ربط دارن. و جالبه بدونید که این حرف اصلاً جدید نیستا. بیشتر از 100 سال پیش توی سخنرانی گفته شد که وقتی زنها به برابری برسن، جنگ تموم میشه. چون هیچ مادری حاضر نمیشه پسرش رو قربانی جنگ کنه. ببینید این ارتباط بین برابری و صلح از خیلی وقت پیش شناخته شده بود. خب با همه اینها سوال آخرینه. اگر برابری جنسیتی واقعاً یکی از قوی‌ترین راه حل‌ها برای مبارزه با فقر و بی‌عدالتیه، اگر داده‌ها اینقدر واضحن، اگر ابزارهاش رو هم داریم و اگر سودش برای همه ماست، پس واقعاً منتظر چی هستیم؟